ششم آن که از کسانی نباشد که خانهشان همراه خودشان است. اگر صحرانشین مثلا برای پیدا کردن منزل و چراگاه حیواناتش سفر کند. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. دوستان عزیز و بینندگان گرامی، سلام علیکم و رحمت الله. امیدوار هستم که از هر کجایی که مرا بیننده هستید از گزند حوادث تلخ روزگار در حفظ و امان الهی قرار داشته باشید و از سختی های روزگار محفوظ باشید. دوستان عزیز، یک مرتبه دیگر شما را در یوتیوب چینل عزیزی خوش آمدید میگم و دعوت میدم برای دیدن یک ویدیوی جدید دیگر در مورد توضیح مسئله ششم نماز مسافر که خدمت شما 5 مسئله را از پیش در قالب 5 دانه ویدیو توضیح داده بودم. مسئله ششم شما می‌خوایم در این ویدیو توضیح بدیم، ان شاء الله که مورد نظر شما و قابل قبول شما قرار بگیره. دوستان عزیز، اگر چینل سابسکرایب نکردین امیر سابسکرایب کنید، حمایت کن. وقتی که ویدیو را دیدین یک دانه لایک هم بزنید، به خاطری که از لایک از شما ویدیو برای دیدن دیگران هم پخش میشه و مردم زیادتر میتونه که ویدیو را نگاه کنه. هر قدر که مردم زیادتر ویدیو را نگاه کرد اونمو قدر از مسائل شرعی خود زیادتر آگاه میشه. خب حالا بریم دوستان عزیز ببینیم در رساله آیت الله سیستانی که مسائل شرط ششم نماز مسافر چطوره. ششم آن که از کسانی نباشد که خانهشون همراه خودشون است، مانند صحرانشین هایی که در بیابان ها گردش می کند و هر جا آب و خوراک برای خود و چهارپایانشون پیدا کنند می مانند و بعد از چندی به جای دیگر می روند. پس این گونه افراد در این مسافرت ها باید نماز را تمام بخواند. شرط ششم ایه که مسافر از جمله کسایی نباشه که خانهشی همراه خود چه هسته، مثل کوچی ها، مثل صحرانشینا که هر کجایی که برای یک حیوانات خو او علف پیدا کنه یا برای خود خو خوراک پیدا کنه یک چند دیر منجی ممونه و بعد از او کوچ کرده در یک جای دیگه موره. اینا صحرانشینا اینا باید که نماز خوره تمام بخوانه، نماز از اینا قصر نموشه. اگر صحرانشین مثلا برای پیدا کردن منزل و چراگاه حیواناتش سفر کند، چنانچه با بنه و دستگاه باشد که صدق کند خانهش همراهش می باشد، نماز را تمام بخواند. اگر صحرانشین برای خورد و خوراک خود برای پیدا کردن چراگاه برای حیوانات خود سفر کنه، اگرچه دم و دستگاهش قچی قاطی بشه، مثلا امو خیمهشی، امو وسایلی کشتکارشی، امینایشی قچی یک جای بشه که ثابت شونه که خانهش قد خود چی قاطی هسته، باید نماز خورد تمام بخونه، نماز از اینا قصر نموشه. و الا چنانچه سفر او 8 فرسخ باشد نماز را شکسته بخواند. اگر امو دم و دستگاهش قد خود چی قاطی نباشه، اگر مثلا امو خیمه و امو وسایل کشاورزی و اینایش قد چی نباشه، سفرشی اگر 8 فرسخ بشه باید نماز خود قصر بخوانه. اگر صحرانشین مثلا برای زیارت یا حج یا تجارت و مانند اینها مسافرت کنند، اگر صدق عنوان خانه بدوش بر آن در این سفر نکند باید نماز را شکسته بخواند و اگر صدق کند نمازش تمام است. اگر آدم صحرانشین برای سفر زیارت، مثلا سفر حج، سفر تجارتی، در این سفرها بوره، اگر عنوان خانه بدوشی دزو صدق نکنه، سامانایش همراهش نباشه، پس میتونه که نماز خودش شکسته بخونه. ولی اگر صدق کنه که بوگه اینمی خانه بدوش خانهش قچی یک جای هسته، پس در اون صورت نماز خود باید که تمام بخونه، نماز چی قصر نموشه. دوستان عزیز و بینندگان گرامی، اینی بود توضیح مسائل ششم از عنوان نماز مسافر که خدمت شما توضیح دادم. دوستان عزیز و بینندگان گرامی، امیدوار هستم که امی ویدیو مورد پسند شما قرار گرفته باشه و انشاءالله که امی چینل سابسکرایب کنید، لایک هم کنید به خاطر که ویدیو پخش شود برای دیدن مردم. اگر سوال داشتین، انتقاد داشتین، پیشنهاد داشتین، میتونید که برای ما در جای کامنت نوشته کنید یا در واتساپ نمبری که بله دیسکریپشن داده شده میتونین که مرا تلفن کن
و ما برای جواب دادن در خدمت از شما دوستا حاضریم انشاءالله. قدم از این ویدیو قاطع از حضور تک تک شما خدا حافظی مونیم. تا ویدیوهای بعدی شما را در خداوند یکتا و بی نیاز می سپاریم. خداوند حافظ و ناصر همه شما.